الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وقال صلى الله عليه وسلم: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، أو كما قال صلی الله علیه وسلم. صدقات و خیرات یکی از دروازه های خیری می باشد که در نصوص کتاب و سنت بسیار تشویق و ترغیب بین عمل خیر آمده. آیتی را که خواندم، الله تعالی در این آیت می فرماید: این تبدوا الصدقات فنعما هی. اگر شما صدقه خود آشکارا بدهید، این کاری نیکو و خوبی است. و این تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لكم. اگر شما صدقه خود پنهان بدهید و برای فقرا و مساکین و دردمندان بدهید، این کارتان براتان بهتر و خوبتر است. و یکفر عنکم من سیئاتکم. صدقات چه پنهانی بوده باشد چه آشکارا، گناهان شما را محو میکنه. الله تعالی به ذریعه ازی گناهان شما را میبخشد، نابود میکند. و در حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: من یسر علی معسر یسر الله علیه فی الدنیا والآخره. کسی بالای انسان تنگ دستی، فقیر، محتاجی، دردمندی اگر آسانی آورد، الله تعالی برای از او در دنیا و آخرت آسانی میاره. یعنی فقیری گرسنه‌ای را دید، نان برش آماده کرد، شکمش سیر کرد. فقیری برهنه و لچ را دید، برش لباس آماده کرد. و انسان مریضی ناتوانی را دید، رفته برش دوا میخرد یا علاجش میکنه، مرض از را علاج میکنه. یا شخصی ناتوان و قرضدار و بیچاره را دید، قرضی از او را پرداخت میکنه، یا اینکه قرضی از او را بخشش میکنه و غیره حاجت های دیگری که در توانش هست، برای انسان دردمندی میرسد و حاجتی از او را برش پوره میکند، دستی از او را میگیرد. رسول الله صلی الله علیه وسلم بشارت بزرگ برش دادن که الله بالای ازی در دنیا و آخرت آسانی میاره. در دنیا مصیبت ها و سختی ها و رنج ها و مرض ها را از این دور میسازد یا تخفیف میکند. و ما در آخرت سختی های قبر و سختی های روز محشر، گرمی روز محشر، سختی های پل صراط، همه این سختی ها را برش آسانی میکنه. و اصحاب انفاق، یعنی کسایی که در راه الله انفاق میکنن، خرج میکنن و میدهن، خیرات دارن، در روز قیامت از جمله اشخاصی هستند که زیر سایه رحمت پروردگار قرار میگیرن. آن اشخاصی که صدقات سری داشتند و در نهایت خفا و پنهانی به مردم صدقات میدادند، اینها در زیر سایه عرش پروردگار یا سایه رحمت پروردگار در روزی سختی قرار دارند. پس صدقات سببی محو گناهان انسان میشه، سببی رفع مشکلات و سختی ها از انسان میشود و همچنان سببی علاجی مرض ها می باشد. سببی علاجی مرض ها می گردد. چون رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: داو مرضاکم بالصدقه. شما مرض های خدا با صدقه دادن علاج بکنید. علاج مرض ها زیاد است. انسان اگر به مرضی مبتلا شد، نزد طبیبی می رود، نزد دکتری می رود، از طریق دوا خود علاج میکنه و همچنان از طریق دعا خود علاج میکنه، دعا میکنه، پروردگارش رجوع میکنه، نماز میخوانه و غیره راههای دیگری که مشروع است. و همچنان از راهها صدقه میدهد. یعنی به این معنا نیست که صدقه اگر راه علاج باشه دیگر راههای دیگری راه علاج نیست. هر کدام به خود. انسانی که مریض بود
راههای مختلفه برای علاج مرض خود تلاش میکنه. از جمله راهها صدقه دادن، صدقه به نیتی علاج، صدقه بیرون میکنه. خدایا به سبب همین صدقه و همین صدقه را وسیله بگردان برای شفای مرضی من، برای دور شدن همین تکلیف از من. انشاءالله که الله تعالی همین صدقه‌ای که به اخلاص و صمیمیت از دل ازی بیرون شده سببی شفایش میگردانه. و همچنان رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند صنائع المعروفی تقی مصارع السوء. کارهای نیکی را که یک انسان انجام میدهد، این کارهای نیک سبب حفظ و نگهبانی انسان از بدی ها می شود. بدی ها را از انسان دور می کند. مشکلات، تکلیف، مرض، رنج ها، همه از اینها را کارهای نیکی که انسان انجام می دهد، کار نیک، صدقه در راه الله تعالی، نماز، دعا و غیر انواعی از معروف. و همچنان در ادامه می فرماید رسول الله صلی الله علیه وسلم و صدقه السر تطفئ غضب الرب. صدقه پنهانی، خیرات پنهانی غضب پروردگار را خاموش میکنه. انسانی که گناهگار است، گناهان صغیره و کبیره و انواع از ظلم مرتکب شده است، ناامید از رحمت پروردگار نشود و بر دربار پروردگار رجوع کند، دعا بکند و توبه بکند و همراه از اینها در راه الله تعالی صدقه بکند تا این که سببی خوشنودی پروردگار شود و الله تعالی غضب خدا از سر ازی دور بکند و همچنان از عذاب نجات بیابد. پس الله تعالی ما را توفیق بده که آنچه که در توانمان است با آنچه که می توانیم انجام بدهیم در راه الله تعالی او را دریغ نکنیم و بسیار با قلب باز و بسیار با جبین باز و بسیار با خوشنودی و رضایت در راه الله تعالی انفاق بکنیم و از الله تعالی اجرش طلب بکنیم و همچنان از الله تعالی محو گناهان را طلب کنیم و رفع درجات را و سبب و این صدقه را سبب بگردانه که مشکلات و دردها و رنجهایی که بالای ما است، بالای فامیل ما است، بالای فرزندان ما است، بالای پدر و مادر ما است، بالای دیگر خویش و اقربای ما است، الله تعالی صدقه را سبب بگردانه که اینها را از ما، تکلیف ها را الله تعالی از ما دور بسازد. بارک الله فیکم.